با درود خدمت شما همیهنان گرامی، خوشحالم که در برنامه دیگری در خدمت شما هستم. اعتصابات کامیوندارها اونطور که گفته میشه به بیش از 130 شهر رسیده، گسترش پیدا کرده. امیدواریم که این گسترش پیدا بکنه به دیگر اصناف و اقشار جامعه ایران، پرستارها، معلمها و دیگر اقشار که همگی ناراضی هستند. البته ملت ایران 45-6 سال هست که ناراضی هستند از این شرایط، اما امروز بیش از هر زمان دیگری کارد به استخوانها رسیده و دیگر چشماندازی در کوتاه مدت و دراز مدت دیده نمیشه. حتی اگر آقای ترامپ بخواد علی خامنه ای رو در آغوش بکشه و قربونش بره و هر کار دیگه ای بکنه، این شرایط درست نخواهد شد. حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی بخواد جلوی تمام اختلاس ها و دزدی ها رو بگیره و که البته بسیار 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 بعید هست همچین شرایطی. از سوی دیگر همطور که گفتم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ ادامه داره، امکان داره به دور ششم برسه. اسرائیل از این بابت بسیار نگران هست. احتمال داده میشه که اسرائیل بخواد در این فاصله اقدام نظامی رو انجام بده و آقای ترامپ اونطور که گفته میشه نگران هست از این بابت و همین امر اختلاف میان پرزیدنت ترامپ و آقای نتانیاهو هستش و بسیار عمیق هست اونطور که گفته میشه. وزرای دو کشور در پایتخت ها هستند. وزیر راهبردی و رئیس موساد در به واشنگتن سفر کردند، دیدارهایی داشتند و دارند و خواهند داشت با استیو ویتکاف و دیگر مقام های ایالات متحده. از اون طرف هم وزیر امور داخلی امریکا به اورشلیم به اسرائیل سفر کرد و با آقای نتانیاهو دیداری داشت. همه اینها نشون میده که اتفاقی شاید در راه هست، اتفاق بزرگی در راه هست. اسرائیل قطعاً تن نخواهد داد به مصالحه‌ای که آقای ترامپ بخواد با رژیم انجام بده و اقدامات خودش رو انجام خواهد داد. باید دید که چه صورتی پیش میره. اما اون چیزی که به ما ملت ایران برمیگرده مبارزمون هست که فارغ از این که کی بخواد با چه کسی مذاکره بکنه یا معامله‌ای صورت بگیره، ما مبارزمون رو باید پیش ببریم و تجربه هم نشون داد واقعا در این 3-4 ماهی که آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، نشون داد که فقط خودمون هستیم که میتونیم درد خودمون رو دوا بکنیم. البته که حمایت بین المللی رو باید داشته باشیم و اونجایی حمایت رو خواهیم داشت که خودمون مبارزه رو پیش ببریم. همین اعتصاب ها که گام بسیار بسیار مهمی است در راستای آزادی ایران. اما در این برنامه خوشحال و مفتخرم که بار دیگر در خدمت جناب آقای آرش جهانفر هستم. حتما آشنا هستید با ایشون، با برنامه هاشون و از همینجا درود میفرستم به شما جناب جهانفر گرامی. جان جانان، درود بر شما. درود به همه هموطنان عزیز گسترده در دشت گیتی با هر گونه باور سیاسی و مذهبی از هر زبان و قومی به جز قائلین به ملت و سرزمین ایران در خدمت. جناب جهانفر، آرش جان، شما نظرتون چه است در مورد اعتصاباتی که در جریان هست؟ به 130 شهر رسیده، گسترش پیدا کرده، هفتمین روز اون هستش و امیدواریم که این ادامه پیدا بکنه. به طور کلی شما چه نظری دارید و چقدر فکر میکنید که این مسئله میتونه در راه برانداختن این اهریمن مهم باشه؟ بفرمایید. شود که اعتصابات که یکی از سلاح‌هایی هست که در نافرمانی مدنی شناخته میشه، مثل سایر افعالی که در نافرمانی‌های مدنی قابل تعریف هست، یک سلاح نیرومندی هست ولی کافی نیست. یعنی اعتصاباتی که تنها به صورت یک اعتراض صنفی یا حتی سیاسی در یک بخش خاص صورت بگیره و گسترش پیدا نکنه و تداوم پیدا نکنه و حمایتی پشتش نباشه، بدون شک حد اکثر نتیجه‌ای که میتونه داشته باشه یک نتیجه نسبی در اون صنفی هست که به این مسئله اعتراض کردن و این اعتراضشون رو تحت عنوان اعتصاب نشون دادن. در کل نافرمانی مدنی یعنی اطاعت نکردن آگاهانه و بدون خشونت، یعنی فلج کردن نظام بدون دست بردن به خشونت.
ما شاهد این هستیم که هفتمین روز از اعتصاب کامیونداران رو در کشور داریم و به هر حال این به این صورت هم نیستش که 4 تا کامیون یا یه سری تریلی یا ماشین‌های سنگین فقط فعالیت نکرده باشن. از روی آبهای نیلگون خلیج فارس شاهد این هستیم که اصطلاحاً کشتی‌های باربری، لنچ‌ها عملاً منتظر هستن تا بهشون اجازه پهلو گرفتن و تخلیه بار صادر بشه. این علتش این هستش که اون طرف قضیه، اون طرف پورت در بخش واردات سیستم حمل و نقلی وجود نداره که بخواهد این کالاها رو در سطح کشور و مناطقی که لازم هست توزیع بکنه. در داخل کشور مشاهده این هستیم که برفرض در بخش کشاورزی، کشاورزانی که محصولشون حاضر و آماده است فقط در همین 7 روز نتونستن بارشون رو به بازار عرضه کنن و نگران از این هستن که بارشون دچار فساد بشه. هنوز در بستر اصلی بازار و جامعه شوکی که بر اثر عدم همکاری کامیونداران در سیستم توزیع و اقتصاد این کشور وجود داره، هنوز اون شوک به بازار وارد نشده، ولی بدون شک این اتفاق هم خواهد افتاد. در کل این اعتصابات میتونه به فلج کردن نظام بیانجامه، به شرط اینکه فرزام جان همونطوری که گفتم گسترش پیدا کنه و به یک صنف باقی نمونه. حالا من جلوتر میگم بسیاری از اصناف افراد کارمندان هستن که لازم نیست مثل مدل کامیوندارها دست از کار کشیدن بکشن، بلکه در کار خودشون میتونن کمک کنن به این نافرمانی مدنی و یا میتونن حمایت بکنن از این اعتصاباتی که شکل گرفته. این اعتصابات وقتی فراگیر باشه، وقتی یک پارچه باشه، اول از همه این پیامو میرسونه که ما همدیگر رو پیدا کنیم، ما کسانی که با هم همرنج هستیم، ما کسانی که هممون مسائل و مشکلاتی داریم که شاید در هر مملکت دیگه بود راهکار اون مشکل راهکار سیاسی نباشه، ولی در کشور ما اقتصاد ما، ورزش ما، اجتماع ما، بهداشت ما، تمام مسائلی که در یک جامعه و یک چارچوب برای تمام شهروندان لازم هست احتیاج به یک راهکار سیاسی داره و راهکار سیاسی یعنی تغییر نظام منحوس جمهوری اسلامی به یک حکومت ملی که به فکر منابع ملی باشه، به فکر ثروت‌های ملی باشه، به فکر این باشه که اگر آبی در این مملکت هست با برداشت بی‌رویه آب این مملکت خشکسالی به وجود نیاریم، فرونشست زمین به وجود نیاریم. اگر جاده هایی هست که کیفیت نداره، اگر خدماتی هست که به نظام حمل و نقل بسیار گران یا بی کیفیت عرضه میشه، حکومتی باشه که چون آینده نگر هست، چون آینده ای که شاید اون مسئولی که داره برای اون آینده تصمیم میگیره خودش در اون آینده حضور نداشته باشه، ولی مسئول میدونه خودش رو در مقابل اون مملکت و اون وطن، آن حکومت هست که میتونه ما رو نجات بده. بنابراین در همین ابتدای کار برای تکمیل و جنبندی این صحبت میگم اعتصابات لازم هست اما کافی نیست. آرش جان، برخی که عمدتاً در خارج از کشور هستند این مسئله رو عنوان میکنند که اولا که ابراز ناامیدی میکنن از این شرایط و این اعتصابات، میگن که بدون برنامه هست، هدفمند نیست. آیا واقعا به این صورت هست؟ چون در گزارش ها اونطوری که برمیاد و گفته میشه اتفاقا هدفمند هست، اتفاقا نظاممند هستش و یک هماهنگی هست، هماهنگی نانوشته ای شاید بهتر بگیم هست میان این اعتصاب کنندگان. تو نظرت چه هست در این باره؟ اساسا این ما که در خارج از کشور هستیم میتونیم برای اونها تعیین تکلیف بکنیم، بگیم که آقا این هدفمنده یا نیست یا چه؟ بفرمایید. از صورت که تعیین تکلیف که حالا داخل و خارج نداره، هیچ شخصی برای شخص دیگه یا هیچ گروهی برای گروه دیگه حق نداره تعیین تکلیف بکنه، ولی بحث حمایت کردن یا پیشنهاد دادن یا اصطلاحاً بس و گسترش دادن یک اتفاقی که افتاده یا به در صددش هستی که بیفته بدون شک هر شخصی میتونه انجام بده. من افرادی که شما دارید میگید که خورده میگیرن به
اینی که این اعتصابات هدفمند نیست، هدفی پشتش وجود نداره و از این دست مسائل. نمیدونم چجوری بخوام ورود پیدا کنم، ولی بهتره حالا بدونه که نامی از افراد و اشخاص خاصی ببرم. شما نگاه کنید ببینید این افرادی که در خارج از کشور هستن اکثرشون یا گرایش های چپ دارن و گرایشاتی دارن که در ریشه 57 افتاده، یا از بدنه اصلاح طلبان هستن یا متصل هستن، یعنی یه جورایی شاید طرفدار خجالتی جمهوری اسلامی باشیم. من تو برنامه خودم دو شب پیش بوده که اشتباه نکنم اومدم توییت بعضی از افراد رو نشان دادم و روش کاملا توضیح دادم که بر فرض مثال یکی از اکانت های شناخته شده ای که در توییتر وجود داره و اصلاح طلب هست، این اعتصابات فرمایشی و کاسب معابانه معرفی کرده که از خارج از کشور داره هدایت میشه و ما براندازان و پادشاهی خواهان شدیم آتیش بیار معرکه. در انتهای توییتش نوشته بود دم توافق مملکت رو آرام نگه دارید، یک همچین مضمونی داشت. یه شخص دیگه ای که شناخته شده است در داخل کشور هست اومده بود ابراز همدردی کرده بود با اصطلاحاً کامیونداران و تاکید داشت روی این مسئله که اعتراضات معیشتی شما رو درک میکنیم. در خارج از کشور هم وقتی نگاه میکنین افراد فراوانی هستن که یا دارن مخالفت میکنن همونطوری که شما گفتید با این اعتراضات، و یا دارن این اعتراضاتی که در قالب اعتصاب داره با ما نشون میده نه حالت معیشتی بهش میدن و اعلام میکنن راننده فقط برای مسئله مالی و معیشتش بیرون هست. به طور مثال زندانی پرآوازه‌ای داریم، سرکار خانومی که به هر حال جایزه صلح نوبل رو گرفتن، موقعی که از زندان اومدن بیرون حالا توی اکتایی که خودشون در عالم خودشون انجام میدن همواره تاکید داشتن که آزادی پوشش و حجاب هدف ما هست که داریم علیهش فعالیت میکنیم. من نمیدونم در داخل ایران شما حجابی میبینید به صورتی که باید باشه و تحت قالب چارچوب جمهوری اسلامی باشه؟ خیر، حجاب یک بازیچه‌ای هست که جمهوری اسلامی باش بازی میکنه، شل کنسپت هست که باش موارد مختلف اعلام وجود میکنه. مجموع اینها رو که در کنار هم قرار میدیم و بالا پایین میکنیم میبینین یا مخالف این اعتصابات هستن، میگن مثلا به فلان جا صدمه زده میشه، فلان کالا رسیده نمیشه، فلان گرفتاری به وجود میاد، یا نه اگر مخالفش نیستن دارن تلاش میکنن این اعتصابات در حد یک اعتراض معیشتی باقی بماند. در صورتی که ما فیلم ها و عکسایی از راننده های کامیونی دیدیم که کامیوناشون رو پارک کردن یا عکس شاهزاده رضا پهلوی رو گذاشتن رو شیشهشون یا پرچم شیر خورشید روی فرمان ماشینشون انداختن. نشان میده که جامعه ای که در سال 1357 به قول خودمونی و ساده برای مفتخوری دست به اون شورش زد، به این نتیجه رسیده که اولا هیچ چیزی رایگان و مجانی به دست نمیاد و دوم برای به دست آوردنش احتیاج به اتحادی داری که در این اتحاد باید از منافع شخصی خودت عبور بکنی و منافع ملی رو به منافع شخصی ترجیح بدی. من باورم بر این هست فرزان جان که در چند ماه گذشته قبل از شروع مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل گرفته، جامعه ما در یک حالت پیشاقیامی وجود داشت و آماده اعتراضاتی بود که هر لحظه، هنوز هم وجود داره البته، هر لحظه امکان داشتش که از یک جایی اتفاقی بیفته. قطع شدن برق، کمبود آب و مسائلی از این دست و اعتراضهایی که جسته گریخته میبینیم از بازنشستگانی که کل عمرشون رو انگار ظاهرا تو اعتراض بودن. 57 اومدن کف خیابون برای خمینیشون تلاش کردن قسمتیشون، الان هم بازنشسته شدن بازم کف خیابونن برای همون چیزی که خودشون در 57 دادن رفته التماس میکنن، میگن به ما برگردونیم. و برای من جالب هم است چون صحبت بازنشستگان شد، یکی از دوستان حالا بماند داشت اشاره میگفت که اعتصاب بازنشستگان
فقط نشسته چجوری اعتصاب میکنه، کار نداره چجوری هست، حالا بماند. ولی در کل این بازم بخوام جمعش بکنم تای کلام رو، باید خدمتتون عرض بکنم که تمام تلاش کسانی که هر خرده‌ای دارن به این اعتصاب شکوهمند کامیونداران میگیرن و میخوان این اعتصاب تمام بشه یا بست و گسترش پیدا نکنه به جای دیگه، اینها کاملا عامدانه و عاقلانه این کار رو انجام میدن و میدونن که این اعتصابات شروع همون جرقه‌ای هست که من گفتم جامعه در حالت پیشا قیام به سر میبره. اگر آقای ترامپ وارد مذاکره نشده بود با جمهوری اسلامی و این فضای خلأ رو به وجود نیاورده بود، مطمئن باشید اعتراض و قیام هایی که انتظارش رو میکشیم تا الان جسته و گریخته یا به صورت سراسری شکل گرفته بود و شکل هم خواهد گرفت. حالا بذار من یه مخالفتی باید داشته باشم. در خدمت. من فکر نمی کنم این ربطی به ترامپ داره. یعنی اگر مثلا الان ترامپ با رژیم این 5 دوره رو برگزار نمی کرد، الان ما مثلا در ایران یک قیام سراسری رو داشتیم. چرا اساساً باید مردم ایران، ملت ایران نگاهشون به این باشه که خب حالا چون ترامپ داره با رژیم مذاکره میکنه و حالا نهایتاً به یک توافقی هم حتی برسن، ما دیگه قیام نکنیم؟ چرا باید همچین دیدی باشه؟ شما به من پاسخ بدید. ارزم حضورت اینی که مردم ایران چرا باید یک سری کارهایی که میخوان انجام بدن یا انجام ندن و به یک موضوع دیگه گره میزنن، اون توضیح دقیق و ریز به ریزشو من نباید انجام بدم، باید یک شخصی که برفرض دکتر علوم اجتماعی هست بیاد بگه. ولی من به تجربه خودم دریافتم که ما ایرانی ها شاید هم یه ناراحت بشن، در کل در طول هزاران سالی که کشور ما شکل گرفته و در کنار هم بودیم و اقوام مختلف بودیم، جدا از اون حس غروری که حالا بعضیا تحت عنوان غرور آریایی، غرور اهورایی تعریفش میکنن، اصطلاحاً یک خاصیتی داریم که من نمیدونم چجوری مطرحش بکنم، ترجیح میدیم که برفرض کس دیگه یک کاری رو برای ما انجام بده که اون هزینه کار یا اون زحمت کار از رو دوش شما برداشته شه. اکثر ما ایرانی‌ها به این صورت هستیم، حالا یکم اون درصد و لولش فرق میکنه. شما شاید خاطرتون باشه که در سالیان گذشته زمان احمدی نژاد به خصوص خیلی باب شده بود، جدا از اینکه بستر اقتصادی جامعه سالم نیست و نمیشه یک اقتصاد پویا بر پایه تولید داشته باشه کشور، ولی در همین اقتصادی که در زمان احمدی نژاد خیلی بهتر از الان بود، شاهد این بودیم که کارخانه‌دار و ماشیندار و زمیندار، خانه‌دار، حتی همه چی داشتن رو میفروختن، در بانک میگذاشتن که اصطلاحاً بانک با پول اینها کار کنه و اینا اقتصادشون رو بگردونن. یا در سالهای بعد در دوره روحانی، موقعی که ببین علی خامنه‌ای به عنوان رهبر فاسد یک رژیم اشغالگر صحبت میکنه و یک پیشنهادی رو میده، دیگه باید آدم نادانی باشی که واقعا به اون پیشنهاد به عنوان یک راهکار نگاه کنی که میتونه زندگی توی ایرانی رو نجات بده. چون در مورد بورس صحبت کرد در زمانی که کسری بودجه فراوانی داشت، جمهوری اسلامی کماکان هم داره. ما شاهد این هستیم که بسیاری از افراد، حالا جدا از این که نگران این بودن که ارزش پولشون پایین بیاد و نمیتونستن با پولشون فعالیت اقتصادی داشته باشن، اما حاضر به اینم نبودن که پولشون رو فقط به یک کالای ارزشمند مثل دلار و طلا بکنن که فقط ارزش پول حفظ بشه. به دنبال این بودن در کنار ارزش پولشون براشون کار کنه و این باعث شد که برن در بورس سرمایه گذاری کنن. حالا اگر از این مثالایی که هیچ ربطی به سوال شما نداشت خارج بشیم، واقعیت امر این هست که اتفاقی که در برنامه خودتونم من بهش اشاره کردم افتاد که جمهوری اسلامی تضعیف شد، که مردم ایران به خودشون رفتن این جمهوری اسلامی و از هر لحظه‌ای نزدیکتر و جلوتر دیدن، اتفاقاتی بود، سلسله اتفاقاتی بود که بعد از 7 اکتبر 2023 ارتش دفاعی اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و بازوهایش که تحت عنوان محور مقاومت یا محور تروریستی شناخته میشه انجام داد و جمهوری اسلامی رو
پله به پله عقب روند و اون هویت واقعی و پوشالی جمهوری اسلامی رو نشان داد. به هر حال افرادی که در داخل جغرافیای ایران از بین رفتن، از اسماعیل هنیه گرفته تا اشخاص دیگه، مسائلی که در لبنان رقم خورد، افتادن رژیم بشار اسد، اینها مسائل کوچیکی نیست. هر کدوم از این اتفاقاتی که در این بازه زمانی کوتاه بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد، هر کدومش واقعا میتونه یک واقعه بسیار بزرگ برای یک سال باشه یا یک دهه باشه. به طور مثال از بین رفتن نصرالله، نهایتا کار به جایی رسید که آقای ترامپ سر کار اومد. آقای ترامپی که سر کار اومدن، دست حمایتی خودشون رو دراز کردن به سمت تل‌آویو و اسرائیل و اعلام کردن که به هر حال نتانیاهو از دوستان خوب هست، نتانیاهو هم به همین صورت. من قبلا اشاره کردم و اون همین مسئله هستش که آقای ترامپ اومد اون دستورالعمل برخورد با جمهوری اسلامی رو از تروریست اسلامی که از 7 اکتبر رو رقم زده بود تغییرش داد به پروژه اتمی جمهوری اسلامی. همون مسئله که امروز ریشه، به نظر من معتقد هستم، ریشه اختلافات تل‌آویو و واشنگتن در همین مسئله است که دیشب هم یه خبری اومد که آقای ترامپ نگران هست که حمله‌ای از یا حرکتی از سوی اسرائیل شکل بگیره که این توافقی که احتمالش رو میدن با جمهوری اسلامی بخواد به وجود بیاد از بین بره. آقای ترامپ اینجا دو طرفه بازی کرده. ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی بارها هر وقت صحبت از مذاکره شده گفته من لغو تمام تحریم ها رو میخوام و الانم به بهانه لغو تمام تحریم ها حتی میتونیم احساس بکنیم که میخواد اون انرژی اتمی و اون غنیسازی و سانتریفیوژ و همه رو بده بره، هم نظامش حفظ کنه و هم بگه من تونستم تحریم ها رو بردارم. در صورتی که یه ذره فقط دوستان اگر یکم وقت بذارن و دقت بکنن میبینن تحریم هایی که تحت عنوان فشار حداکثری امریکا داره اعمال میکنه علیه جمهوری اسلامی، بماند که ما مکانیزم ماشه رو هم پیش رو داریم توسط اتحادیه اروپا، کشور اروپایی منظورم هست، این تحریم ها رو داره دو لبه جلو میبره. یعنی عملا تحریم های فشار حداکثری در هم تنیده هست. بر فرض مثال اگر 20 مدل تحریم در جاهای مختلف گذاشته شده زیر فصل تحریم های اتمی جمهوری اسلامی، دقیقاً همون تحریم ها رو برفرض در راستای مبارزه با پروژه موشکی جمهوری اسلامی گذاشته. دقیقاً همون تحریم ها رو به خاطر مسئله اصطلاحاً حقوق بشر گذاشته. حالا اینا رو من برای چی دارم میگم؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میره یک توافقی میکنه، اتمیشو میده میره، بر فرض مثال تحریم های اتمیش هم برداشته میشه ولی تحریم های دیگه سر جاش هست. آمریکای ترامپ هم که آمریکای گفتگو هست میگه دوست داری بیا بشین سر باقیش هم با هم صحبت کنیم، موشکی تو اینجوری کن، اونو اینجوری کن، اونا هم برمیدارن. مسئله و مشکلی که اینجا وجود داره آقای نتانیاهو و تل‌آویو هست. ببینید اینی که جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه این مورزه، این مشخصه، ولی اون جنایتی که در 7 اکتبر با پول و دستور و سلاح جمهوری اسلامی شکل گرفت، این باید پاسخگو باشه جمهوری اسلامی. مشکل تل‌آویو و اسرائیل همین هست. حالا مسئله و سوالی که شما مطرح کردید و گفتید که آقای ترامپ اومد سر کار و مردم نشستن و نگاه کردن و نظاره‌گر شدن و مخالف هستید با مسئله من هم با شما هم فکر هستم که مردم نباید بشینن. اما فرزان جان، ما ابتدای صحبتم گفتم شرایطی که برای نظام اسلامی این رژیم اشغالگر به وجود اومده، افراد حاضر در اپوزیسیون، ملت شریف ایران در داخل کشور که تأثیری توش نداشتن تو تضعیفش. اوج هنرنمایی ما رو که در خارج از کشور دیگه قابل توضیح نیست، دارید میبینید. و از اون طرف در داخل کشورم در چند سال گذشته بزرگترین ضربه سیاسی که به نظام زده شد همین انتخاباتی بود که در رابطه با پزشکیان بود یا قبلش برای ابراهیم رئیسی. ملت هزینه دادن، منکرش نیستیم. به هر حال در 1401 اعدامی، زندانی، مصوم چشم، هزار مسائل به وجود آوردن. اما صحبت من اینجاه که در تضعیف جمهوری اسلامی
و به وجود اومدن این شرایط و همین پنجره‌ای که بارها شاهزاده رضا پهلوی بهش تاکید میکنه، میگه این پنجره محدود هست، ماها در خارج از کشور، ملت شریف ایران در داخل کشور هیچ تأثیری نداشت. یعنی اگر 7 اکتبر رقم نمیخورد که اسرائیلی واکنش نشون بده، شاید داستان ما و گفتگو ما خیلی متفاوت. اما همین مردم به خاطر اینکه یواش یواش دارن میرسن به اون نتیجه‌ای که باید برسن، یعنی بفهمن که امروز رو نباید فردا کنن، روزمرگی نکنن، بلکه باید در جامعه‌ای که کشور ایران در اوج ثروت ملتش فقیر هستن، باید توسعه و رفاه به وجود بیاد. به خودشون اومدن. یعنی شما اعتراضات جسته گریخته یا جاهای مختلف میبینید که اوجش میرسه به همین اعتصاباتی که گفتگومون رو شروع کردیم. اینجا اون جایی هست که این تحریک و تهییج و وعده دادن و به حرکت در آوردن مردم علیه جمهوری اسلامی توسط شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار میبینیم هوشمندانه انجام شده. در مدت زمان کوتاه 1 هفته پیش 2 هفته پیش پروژه شکوفایی ایرانیان مگه برگزار نشد؟ شکوفایی ایران مگه برگزار نشد؟ در این پروژه آیا چیزی تصویب شد که این کار را میکنیم یا نمیکنیم؟ بلکه افراد، شرکت‌ها و تفکرهای مختلف آمدن و طرحهای توسعه رفاهی خودشون ارائه دادن، بحث کردن پیرامونش و هنوز هم جای چالش و بحث داره. ولی به من ایرانی نشون دادن که آینده کشور از این راه میگذره، از رفاه میگذره، از توسعه میگذره. و همین هست که مردم رو داره تحریک میکنه که اگر آبشون قطع میشه در منزل، اگر برق قطع میشه، اگر تورم هست، اگر بیکاری هست، اگر فساد هست، اگر فحشا هست، هر مسئله‌ای که داره آزار میده هر کسی رو داخل اون کشور، راه حلش راه حل سیاسی است. مردم اومدن اعلام کردن که چه چیزی رو نمیخوان، چه چیزی رو میخوان و آن چیزی رو که میخوان بر پایه رفاه و توسعه اجتماعی هستش که داره توسط شاهزاده رضا پهلوی و ملیگرایان به مردم نشان داده میشه. آرش جان، در مورد مذاکرات و ترامپ و اینها صحبت کردی. یک برخی تحلیلگران که من میگم ذوب شدگان در ترامپ هستن، چون من خودم هم طرفدار ترامپ بودم و هستم، الانم فکر میکنم که در بدترین حالت ترامپ که الان هست داره با رژیم مذاکره میکنه، بهتر از اینه که هر شخص دموکراتی در کاخ سفید می بود. حالا کاملا هریس که دیگه جای خود داره، اما به هر حال این باب میل ما نیست، این کاری که ترامپ داره میکنه و تا حدی هم باب میل اسرائیل نیست. اما این ذوب شدگان در ترامپ و توجیهگران اون میگن که آقا این چیزی که شما دارید میبینید که حالا ترامپ داره با اینا مذاکره میکنه، این یک کاسه زیر نیم کاسه است یا یه نیم کاسه زیر این کاسه است، چه میدونم، این بازی ترامپه. آیا واقعا ترامپ همه رو بازی داده، بازی گرفته؟ اسرائیل الان مثلا 2 وزیر و رئیس موساد در واشنگتن هست، اینها بازیه، اینها دارن مثلا اگر ترامپ جدی نیست برای چی رئیس موساد باید پاشه بره واشنگتن، این همه راه رو بکوبه بره اونجا که چی بشه؟ اگر یعنی رئیس موساد قطعا بهتر از آقا یا خانم تحلیلگری میدونه و اطلاع داره، این نگرانی رو داره که پا میشه میره واشنگتن. این تحلیلگران که توجیهگران هستن در اصطلاح، شما فکر میکنید که باید به کدوم یکی از اینا گوش داد؟ باید واقعا این کدوم یکی از این دو طرف رو جدی گرفت؟ بفرمایید. اصلا باید گوش کردن که شما همه چی باید گوش کنید. نه الان منظورم تایید کردن بود. خب حالا بحث تایید کردنش به این صورت هستش که شما باید به هر حال خودت بالا پایین بکنی، تجزیه تحلیل کنی و به این نتیجه برسی که آیا این برنامه، این گفتگو، این تحلیل به دردت میخوره، این تفسیر به دردت میخوره یا نمیخوره. ببین این دوستانی که ترامپیست هستن، اولا من خودم علاقه دارم با آقای ترامپ و ترامپ رو ترجیح میدم مثل شما به کاملا هریس و سایر افرادی که امکان داشت به این جایگاه برسن، ولی فراموش نمیکنن که جمهوری اسلامی توسط همین آمریکایی که آقای ترامپ هم یکی از رئیس جمهوراش هست در 1979 به وجود اومد. اون آقای کارتر بود، الان ترامپ.
پس اینو من یادم نمیره. به خاطر همین همیشه با مخاطبای خودم گفتم نه ترامپ نه نتانیاهو هیچ کدومشون نه الان بگم، از اول گفتم، از روزی که داشت انتخاب میشد گفتم هیچ کدومشون قرار نیست برای ما نظام رو عوض کنه، بلکه منافع ملی برفرض اسرائیل یا آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی الان یه قسمتیش همراستا شده با اهداف و علایق و سلایق ما براندازا و این دائمی هم نیست. شاهزاده رضا پهلوی هم رو همین مسئله تاکید کرد که این پنجره تغییر دائمی نیست، زمانش کوتاه، اصلا قابل تعیین نیست که چقدر طول بکشه. بنابراین اینی که ما بخوایم دل خوش بکنیم به ترامپ یا نتانیاهو که کار انجام بده کار عبث و غلطیه، ولی خب بسیاری هم انتظار دارن که کاری براشون انجام بشه، هم عده دیگه ای که خودشون میخوان کار انجام بدن انتظار دارن که یک حرکتی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، نتانیاهو یا اتحادیه اروپا شکل بگیره. حالا من چرا میگم اتحادیه اروپا؟ کشورهای اروپایی که مکانیزم ماشه رو دارن شکل بگیره تا اونها هم بتونن بیان و اون اعتراض خودشون یا اون مسئله‌ای که دارن رو انجام بدن. چیزی که باز هم شاهزاده رضا پهلوی بارها بهش تاکید کرد، یعنی گفته نه بجنگید نه مذاکره کنید، بلکه مردم و این گفتمان ملت ایران رو تقویت بکن. اون دوستانی که ترامپیست هستن میگن یک کاسه زیر نیم کاسه‌اش هست یه کاری میخواد بکنه. اول از همه آقای ترامپ عملا نشون داده که یک سیاستمدار و یک سیاست پیشه حرفه‌ای که ما بشناسیم به صورت آکادمیک نیست، اصلا غیر قابل پیش بینیه. یعنی چه رفتار کردارش، چه تصمیم گیری‌ها، چه وعده وعیداش، چه تهدیداش. یعنی من معتقدم این دولت ترامپ 100 روز اول ریاست جمهوریش دستاوردهایی که داشت در طول چندین دهه گذشته بین تمام ریاست‌های جمهوری، حتی دوره اول ریاست جمهوری خودش، ضعیف‌تر هم بوده. حالا جای بحث داره، به هر حال اون دیگه یک مسئله دیگه. ولی این بحث کاسه و نیم کاسه یه تیکش من تو سوال قبلی بهش اشاره کردم، یعنی همونی که به جمهوری اسلامی میگه یا اتمی تو از ریشه و بنیان میدی میره یا با بمب میزنم بره، و بعد جمهوری اسلامی به یک جایی میرسه برای حفظ خودش میگه باشه میدم میره به شرطی که تحریما رو همه رو برداری. ترامپ هم میگه ور میدارم، تحریم‌های اتمی تو ور میدارم. اونم میگه باریکلا. تحریم‌های دیگه‌ای که گفتم دقیقاً شبیه با هم هستن و در هم تنیدن، موضوع و سرفصلش فرق داره. یکی موشکیه، یکی چه میدونم حقوق بشره، یکیش یه مورد دیگه است، یکیش مال مسائل پولشوییه و از این دست مسائل. اونها سر جای خودش باقی مونه. این میشه اون نیم کاسه‌ای که زیر نیم کاسه ترامپ برفرض دوستان میگم. ولی اینی که بعضیا در یک توهماتی به سر میبرن که ترامپ داره اینا رو مشغول میکنه که حواسشون نباشه. از اون طرف ببین هواپیماهای مثلا F-15 رو هم به جزیره دیوگو گارسیا اضافه کرده، اون ویدئو اومده، این اینجوری شده رفته، اینا حواسشون به مذاکرات یه دفعه حمله میکنه میزنه. این سناریوها و این حرفای ابلهانه‌ای هست که حالا یه عده‌ای به خاطر اینکه خیلی سنگ ترامپو به سینه زدن و الان اون چیزی رو که انتظار داشتن نمیبینن و ناچارن از اون حالت خودشون پایین نیان. یکی دیگرش هم برمیگرده به اینی که واقعا بعضی ها کاسب هستن فرضاً، یعنی کاسب سیاسی هستن. کاسب سیاسی فقط فلان خانم یا فلان آقا در ایالات متحده نیست که فاند میگیره. کاسب سیاسی من هستم که دارم برنامه تولید میکنم و تولید برنامه‌مو بر پایه فلاکت و بدبختی ملت ایران گذاشتم و هرچی مردم فلاکت و بدبختی بیشتر داشته باشه، هرچی فاجعه بیشتری تحمل کنه، من بیشتر برنامه تولید. حالا توی این راه و روشی که فقط بحثم تولید برنامه باشه، ما افرادی داریم همینجا در اروپا که با افراد بسیار سرشناسی مصاحبه میکنن، با شاه مملکت هستن مصاحبه میکنن، با افرادی هم که اصلا سرشناس نیستن مصاحبه میکنن. شما هر ساعتی ورود پیدا کنید ایشون داره برنامه تولید. فقط این خط تولید براش مهمه. وقتی خط تولید و این تایم پر کردن براش مهم باشه، اهمیتی نداره که شما چه گفتی و این حرفی که زدی چه تأثیری میتونه داشته باشه. به جایی میرسه که باید بیاد مثلا از شما، از من تایید بگیره که شما برنامه منو نگاه میکنی، دوست داری برنامه منم بگم آره برنامه‌تو نگاه میکنم، همون یه تیکره بگه برنامه منو نگاه میکنه. اینا میشه کاسبان سیاسی. حالا این افراد وقتی شما میری
ریشه های هویتی و تفکریشون رو کاوش میکنی، میبینی تفکری که الان روش هستن قبلا نبودن. رفته رفته به اینجا رسیدم، امیدوارم رفته رفته برسن. من اتفاقا بر فرض مثال، من وقتی خودم رو شناختم توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که یاد گرفتم ما 4 زمان داریم: یک، زمان حال، زمان آینده، زمان گذشته، زمان شاه. و شاهی به قول معروف رشد و نمو پیدا کردم. اینجوری هم نبود. چرا؟ مثلا در دوران نوجوانی موقعی که خاتمی اومد، من هم اون هیجان گرفته بودم این چی میشه، چی جوری میشه. اینا هم هست، اونا بوده سر جاش و انتخابات و این مسائل. ولی کمونیست نبودم، چپ نبودم، ملی مذهبی نبودم. از اول همین بودم که اومدم جلو. حالا تکامل پیدا کردم. من شاهکاری نکردم. من توی خانواده‌ای که یاد گرفتم که زمان شاهی وجود داشته، تبدیل شدم به یک شاه دوست، به یک ملیگرا، به یک ایران دوست. پدرم هم نظامی بوده و همه این مسائل. ولی یه خانواده‌ای که پدرش روشنفکر بوده، مادرش مدرس بوده، تفکرات ضد شاهنشاهی داشتن، چپ بودن، کمونیست بودن، مجاهد خلق بودن، ملی مذهبی بود، هر جوری بودن. وقتی اینا رفته رفته میان به گرایش پادشاهی خواهی میرسه، این لذت بخشه برای من، به شرطی که این با درک انجام بشه، نه اینی که به این علتی که دنبال کاسبیت باشی و کاسبیت بگرده این تغییر انجام بدی. ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، پهلوی یک برند بوده، هست و خواهد بود. یعنی از زمانی که آریامهر فقید بودن، بعدش همین همکنون و آینده. و شما میتونید ببینید دیگه فعالیت هایی که شهبانو انجام میدن، یا خود دعوت هایی که از شاهزاده میشه، یا اون نگاهی که غربی ها به خانواده پهلوی دارن. پهلوی یه برنده و با این برند بعضی از افراد کاسبی میکنن. یعنی گرایشی دارن که این گرایششون رو با تفکر و تعقل تغییر نمیدن به گفتمان پهلوی است، بلکه به این نتیجه میرسن که 2 تا راه دارن: یا پنجه تو صورت پهلوی بکشن که 4 نفر نگاهشون کنن کاسب سیاسی باشن، که میبینید با توجه به که اون پایگاه اجتماعی پهلوی هی گسترده تر میشه، اون کاسبی که میخوان شکل میگیره. یه قسمت دیگه اینه میگه خب منم از امروز میشم شاهی، شاه دوست میشم، زنده با جاوید شاه. تعصبشون هم از من و تو هر کسی دیگه فکر کنی بیشتره، رگ غیرتشون هم بیشتره، ارتباطاتشون هم حتی تا تو دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم ادامه داره که بتونن، یعنی فعال هستن. اینا همونایی هستن که فکر کنم باش خودت صحبت کردم، پشت این که من سرباز شاه هستم هر کاری دلشون میخوام میکنم، پشت این که من سرباز شاه هستم خودشون رو مخفی میکنن. اینا هم کاسبان سیاسی هستن. یعنی پاسخی که میشه به سوال شما داد، این ترامپیستایی که شما داری میگی بعضیشون درست میگن، منتها نمیتونن بیان کنن. میگن خانم ها، آقایان، اولا که ما نباید دل خوش میکردیم به این داستان ترامپ. حالا خود دل خوش کردیم، حالا که دل خوش کردی چاشنی صبر شما کجاست؟ شما باید صبر داشته باشید تا این مسائل از دست در بیاد. شما از کجا میدونی که یک قرارداد خلع، بر فرض مثال یک قرارداد خلع سلاح و تسلیم جمهوری اسلامی ترامپ نذاشته جلوشون امضا کنن؟ ما که نمیدونیم. اصلا درد از ندانستن هست که هر کسی یک جایی یک تحلیل، یک تفسیری میده. یعنی یک قسمتش اینه که ما من خودم وقتی ترامپ انتخاب شد یه لایو 32 دقیقه‌ای دارم، انتهای این برنامه اگر بشه میذارمش روی صفحه خودم در رابطه با انتخاب ترامپ. خیلی هم خوشحالم، تاکید میکنم آقا مردم قرار نیست ترامپ کاری انجام بده و در برنامه توش میگم من نظرم این هست که هر کاری ترامپ بخواد با جمهوری اسلامی بکنه یا نکنه 3 سال از نظر من زمان میبره. یعنی 3 سال دوره ریاست جمهوریش معلوم میشه کار چی به چیه. حالا که الان چقدر گذشته؟ الان برج 5 دیگه. به هر حال 4-5 ماه بیشتر از این مسئله نگذشته، ولی انتظارات بالاه، چون با سنبه پر اومد، نه فقط در رابطه با جمهوری اسلامی، در رابطه با اوکراین، در رابطه با کانادا، در رابطه با خلیج مکزیک که شده آمریکا، نمیدونم همه جا خیلی پرزور، خیلی پرتهدید میاد، صدشو میذاره رو میز، ولی متاسفانه 10-15 برداشت میکنه یا اصلا برداشت نمیکنه. این باعث میشه که مردم نتونن صبر کنن. یعنی میتونه هم کاسه زیر نیم کاسه باشه، هم یه قسمت دیگه از این جریان و این قضیه برمیگرده به این کاسبان سیاسی که دارن کاسبی میکنن، توهم میفروشن، امید میفروشن، ناامیدی میفروشن، راهکار میدن و به هر حال سعی میکنن که چراغ دکون خودشون رو روشن نگه دارن.
اینقدر کامل بود که دیگه اصلا چیزی نیست که بخوام راجع به این موضوع ازت بپرسم. اما در انتهای برنامه برگردیم به اون موضوع اول، اعتصابات. اگر که این رو چیزی که تو گفتی و من با 99% موافق هستم ملاک بگیریم، الان در حال حاضر مردم داخل کشور، خارج از کشور به هر حال داستان خودش رو داره و تا جایی که میشه باید خواست از ایرانیان خارج از کشور که حمایت بکنن، حالا هر جوری که میتونن، هر جوری که میتونن، چه فرستادن پول هست چه مسائل دیگر. ولی در داخل کشور با این شرایطی که هست، با این شرایطی که هست، بی برقی، بی آبی، گرونی، تورم و هزار درد دیگر، فکر میکنی که ما چقدر نزدیکیم به یک خیزش؟ گفتی که این پیش درآمدی هست برای اون خیزش و اون به هر حال اتفاق بزرگ. این بار چه تفاوتی داره با 401؟ این خیلی مهمه به نظر من حداقل، که خب ما تو این مثلا بازه از 96 تا الان خیلی خیزش ها رو داشتیم. خود 96 بوده، 97 بود، 98 آبان 98 و تا رسیدیم به 401. امروز تفاوتش با تمام این 4 5 6 سال گذشته یا بیشتر چه هستش؟ چه کمبودهایی داریم و چه چیزی داریم که در 401 نداشتیم؟ بفرمایید. ببینید، کمبودهایی که در جامعه ما وجود داره، چه کمبودهای سیاسی، چه کمبودهای اقتصادی، چه کمبودهای اجتماعی، معترضین به این کمبودها از 50-60 سال پیش از دوره آریامه تا الان اعتراضشون یکی بوده. اون حجم کمبود یا اون حجم گرانی عددش فرق کرده. اینو برای میگم که اگر دوستان جراید اصطلاحاً زمان سابق، زمان شاه رو مطالعه بکنید، نقدایی که صورت میگرفت مثلا در رابطه با تورم صحبت میکرد، در رابطه با مشکل عیاب و ذهاب صحبت میکرد، از این دست مسائل اونا هست، حجمش تغییر پیدا کرد. اشاره کردی به اعتراضاتی که 96 98 1401 تمام اینا شکل گرفت. ببینید، پایه شکل گرفتن تمام این اعتراضات که شما مثال زدی یک دلیل غیر سیاسی بوده. تنها اعتراضاتی که حالا اگر کوی دانشگاه رو کنار بذاریم، اون فاجعه رو، و بعدش بخوایم اعتراضاتی که به صورت قیام عمومی در سطح کشور شکل گرفته بر فرض صحبت کنیم، 88 رو ما داریم که 88 یک ریشه و پایه سیاسی داشت، اما در درون نظام، از این جیب به اون جیب بود، برای همین به این جای نرسید. اگه 88 از این جیب به اون جیب نبود و برای اینکه بتونیم خانه را بازپس بگیریم شکل گرفته بود، کار تمام بود. اما 8 حالا یه خوبی هم داره که تمام نشده. اگر 88 به اصطلاح حتی افتادن یا تغییر نظام انجام میشد، ما میرحسین موسوی رو داشتیم، الان کروبی رو داشتیم، به طور مثال دارم میگم. یعنی اون حالت استحاله‌ای که دنبالش بودن میفته. پس 88 ریشه سیاسی برای براندازی نداشت. 96 بود در مشهد، اگر 96 یا 97 در مشهد اعتراضاتی صورت گرفت که حتی صحبت از این شد که چون روحانی سر کار بود و جزو اصلاح طلب محسوب میشد، میگفتن آقا این اعتراضاتی که در مشهد شکل گرفته و اصطلاحاً به پایان قیمت تخم مرغ هم اعتراض کردن، از سوی اصولگرایان بوده. کاری نداریم که این اعتراضات گسترده شد و بعد رفت به سمت شعارهای براندازانه، ولی آن به سر کار، اون جرقه اولیش دوره چی بود؟ اقتصاد بود. 98 بنزین گران شد، یعنی باز هم به خاطر مسئله اقتصادی مردم بیرون اومدن. 1401 مشکل اجتماعی بود، یعنی مشکل پوشش بانوان، ظلمی که صورت گرفته و قتلی که به وقوع پیوسته. بانو اصلا انقدر ناراحت میشم وقتی میخوام در رابطه با مهسا امینی عزیز صحبت بکنم که واقعا این دختر چه خون پررنگی داشت و چقدر مفت این جانشو از دست داد. امیدوارم که به هر حال بی ثمر نمونه خونی که از مهسا امینی و افرادی که در 1401 ریخته شد. حالا تمام این مسائل، ببخشید،
تمام این مسائل که گفتم ریشه غیر سیاسی داشت. از 1401 تا الان 3 سال داره میگذره، جامعه ملتهب ایران بلند نشده یه اعتراض بکنه، چون به این شعور و این درک رسیده که اگر میخواد هزینه بده، چون علت تمام مسائل و مشکلاتش علت سیاسی و وجود یک حکومت اشغالگر هست، باید وقتی این هزینه رو بده که مردم به این باور برسن که سیاسی بیان بیرون و اعتراض کنن. یعنی بدون لکنت زبان، بدون رودرباسی بگن نمیخواهیم این نظام رو و چه میخواهیم. حالا برای اینکه بخوام این بحث رو تکمیلش کنم، انتهای برنامه هم هست، اینه که ما باید دقت بکنیم که این مردم برای این اعتراضات چه سلاحی دارن، چه امکاناتی دارن، چه زیرساختهایی دارن. با امکانات کلی که هست، بهترین راه حلی که فعلا وجود داره همون نافرمانی‌های مدنیه که شاه پهلوی هم روش تاکید داره. اما نافرمانی مدنی رو ما باید سازمانش بدیم. نافرمانی مدنی احتیاج به آموزش داره که بعد این نافرمانی بتونه اعتراضات رو رقم بزنه. و ببین نکته‌ای که در نافرمانی مدنی فرزام جان هست، قبل از اینکه به حکومت صدمه بزنه، به ماهایی که درش داریم نافرمانی میکنیم این پیام اتحاد رو میرسونه. یعنی من شما رو پیدا میکنم، شما من رو، یعنی ما همرنجان و ما همدردان همدیگر رو پیدا میکنیم. این حکومت که اون سیاست کلیش برای حکومت کردن النصر رو به رعب هست، یعنی ترس رو تخمشون میکاره که بخواد اون برآوردی که داره و اون مسئله‌ای که داره دنبال میکنه بهش برسه. وقتی از ما میترسه که بفهمه ما دیگه ازش نمیترسیم. ما ازش نترسیدن این نیست که همه بلندشن برن تو خیابون سینه‌شو سوار کنن بگن بزن، اگه راست میگه خب میزنه. ولی وقتی نافرمانی مدنی میکنیم، اعتراضات میکنیم، اول همدیگه رو پیدا میکنیم. یعنی میفهمم من تنها نیستم که یک مسئله رو میخوام یا یک چیزی رو نمیخوام، افراد زیادی هم حضور دارن. حالا این احتیاج به سازماندهی داره. یعنی مردم باید بدونن که یک کار خیلی ساده مثل نخریدن یک کالای خاص یا حتی نفرستادن بچهشون به مثلا اردوهای حکومتی یا جایی که در مدارس داره به فرض آخوند داره تدریس میکنه، یک روزی هست یک آخوندی در مدرسه داره اون علومی که لازم هست به صورت ایدئولوژیک میدونه داره تدریس میکنه. الان در مدارس ایران هست، در یک جامعه کوچیکی که یک کلاس 20 نفره 30 نفر هر چقدر هست در اون مدرسه، پدر مادرها میتونن همدیگه رو پیدا بکنن. اول 5 نفر 6 نفر روزی که اون آخوند قرار هست براشون کلاس بذاره، بچه‌هاشون رو نفرستن مدرسه. آقا چرا نفرستادی؟ مریضه بچه‌م نمیتونست بیاد. آقا هم امروز مریضه. آره هم امروز مریضه. این اول گفتم 4 نفر 5 نفر 2 نفر 3 نفر در یک جامعه کلاس کوچیکی که بهتون مثال زدم. وقتی این تکرار میشه، پیام رسیده میشه به سایر والدین و والدینی که هم فکر با اون والدینی باشن که این کارو شروع کردن. برفرض اگه هر چهارشنبه اون آخونده حضور داره، هر چهارشنبه بچه‌م مریض شد نیومد. یا من دیشب تو برنامه مطرح کردم که ما بارها شنیدیم که میگن آقا قبوز رو پرداخت نکنیم. قبوز رو پرداخت نکنیم میگن برق آب و گازمون رو قطع میکنن، پدرمون رو در میارن. ولی تا حالا مطرح نشده که البته من یه طرح نوشتم و برای دفتر اعلیحضرت رضا شاه دوم ارسال کردم در رابطه با همین بحث اعتصابات و مسائل مدنیش هست. میگه برفرض در داخل یکی از مثالایی که زدم اینه که آقا قبض پرداخت نکردن راه نیست، اما اگر یک سازماندهی واقعی وجود داشته باشه برای اقدام‌های نهایی، یکی از این اقدام‌هایی میتونه باشه که یک بستری رو بسازه که بر فرض مثال الان خرداد ماه هستیم، خانم ها آقایان داخل کشور قبض تیر ماه برقتان فقط به طور مثال اومد پرداختش نکنید بشه بدهی معوق بهش میگن، بشه بدهی بره برای قبض بعدی. با یک دوره پرداخت نکردن که خونت‌ها نمیتونن برقشو قطع کنن. ولی وقتی در حجم گسترده صورت بگیره، فقط در 30 روز چنان ضربه‌ای به حکومت زده میشه که درست ماه دیگه تو میخوای بدهی تو پرداخت کنی، تازه میتونه به صورت ادواری باشه، یعنی 1 ماه همیشه بدهکار باشی به حکومت و پرداخت بکنی. جدا از این که صدمه میزنه
در یک بازه زمانی یک ماه به حکومت باعث میشه من و تو همدیگه رو پیدا کنیم. یا معلمینی که در مدارس دارن تدریس میکنن، اگر بیان وقتی که صحبت از مسائل ایدئولوژیک هست اونو تدریس نکنن، بیکار بشینن به بچه ها استراحت بدن. این بچه ها میرن به خانواده هاشون میگن، خانواده ها نمیان معترض بشن که چرا علوم چه میدونم مذهبی مد نظر جامعه حکومت رو به ما تدریس نکردی. و باعث میشه که همدیگر رو پیدا بکنیم، هم تأثیر بذاریم تو جامعه و هم این همرسایی به وجود بیاد. یا اگر کارمند اداره‌ای هستیم میتونیم با پایین آوردن خدماتی که در ادارهمون داریم به فلان ارگان دیگه ارائه میدیم این صدمه رو بذاریم. متاسفانه در اداره جا شما به عنوان یک شهروند که مراجعه میکنی تو این بوروکراسی انقدر میچرخی و یه جایی هم کارت انجام نمیشه و حالا در مسئله. اما این کارمندا وجدان داشته باشن، خرابکاری شرافتمندانه به طور مثال انجام بدن. وقتی یک بخشنامه‌ای از فلان ارگان یا اداره بهش داده میشه و اینو باید به یک جای دیگه یا در زیر سازمان خودش منتشر بکنه، اینو فلفور انجام نده، با تأخیر انجام بده، غلط انجام بده، آقا اشتباه کردم. به همین سادگی. اینجوری کسانی که اشتباه عامدانه میکنن در سر شغلشون و کارشون و اجتماعشون همدیگر رو بدون اینکه احتیاج به ارتباط باشه پیدا میکنن. اما در کل حالا تمام این مسائل که خیلی باز و بیشتر هم میشه پیرامونش صحبت کرد و دیشب من تو برنامه خودم هم صحبت کردم، اینه که باید یک سازماندهی اساسی پشتش صورت بگیره. اینجا نقش شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران که بارها تو مصاحبه هاشون تاکید کردند که نافرمانی مدنی هوشمند باید صورت بگیره و راه درست برای عبور از نظامه، الان به نظر من وقتش ایشون، تیمشون، دفترشون نقش راهبردی تری در این مسیر ایفا بکنن. مردم ایران صدای حرف من و دیگری هم میشنون، اما صدایشون رو هم گسترده تر میشنون، هم باور دارن بهشون که پشت سر جریانی که دارن انجام میدن یک رهبری ملی، یک شخصی از جنس خود مردم هست. من پیشنهاد کردم، گفتم که باید پیام‌های راهبردی بیشتری از شخص ایشون و دفتر ایشون صادر بشه، یک کمپینی راه بیفته که این نافرمانی‌های مدنی مردم رو مستند بکنه، اطلاع رسانی بکنه. ما نباید دل خوش کنیم برفض به یک رسانه‌ای که فقط ایشون ازش حمایت کرده و بگیم خب این وظیفش این کار انجام بده. دفتر خود ایشون، دفتر ایشون خیلی خوب هست که یک ارتباط مستقیم با ملت کف ایران برقرار بکنن که آقا مردم بدانن شاهی که توان خودش ناشی از توان مردم میدونه، مردم بدونن این توانشون رو دارن انتقال میدن به شخصی که در ارتباط هستن، صداشون رو میشنوه. نه اینی که ایشون یک صحبتی بکنن و مردم هم همینجوری گوش بکنن. میگم حالا بحث و صحبت پیرامونش فراوان هست، ولی این اعتراضاتی که شما انتظار دارید که چقدر متفاوت انجام شه، بدون شک متفاوت خواهد بود. چون مردم، به نظر من مردم ایران که اگر شما چند تا کشور مختلف و از چند بخش دنیا دیده باشید یا تحقیق کرده باشید، متوجه میشید مردمان هیچ سرزمین و کشوری به اندازه مردمان ایران سیاسی نیستن. ما سیاست در وجودمون نهادینه شده به خاطر اینکه حداقل بعد از قادسیه 1 که حمله اعراب شکل گرفت تا حالا قادسیه 2 که 1979 57 بود، ما مردم حکومت‌های اشغالگر داشتیم. وقتی حکومت اشغالگر باشه و برای شما کار نکنه و برای حیات و ممات خودش کار کنه، شما سیاسی میشید. حالا این درصد سیاسی بودن، موفق بودن، تشخیص درست یا غلطش یک مطلب دیگه ایه. ولی من به این نتیجه رسیدم که مردم ایران دارن همدیگر رو پیدا میکنن، دارن راهکارهای مختلف رو با هم تمرین میکنن و به این نتیجه رسیدن که باید قیام بکنن، یک قیام ملی، اون هم بر پایه یک خواست سیاسی. امیدواریم آرش جان، امیدواریم که همچین این چیزی که تو گفتی به زودی زود اتفاق مطمئن باشید. نه باور که داریم. نه آخه زودش ببین من یه چیزی به شما میگم. شما الان برفرض اگر چندین میلیون یورو در همین قرعه کشی، حالا نمیدونم تو یوتیوب میشه بگیم اویگو جک پات فلان، اینا که انجام میشه تو اروپا،
یک شخصی برندش، ما بردیم، من بردم. تو اگر بخواید تمام اینو میتونی تبدیل به یک وسیله‌ای بکنی که باهاش تیراندازی میکنن. حالا به خاطر اینکه یوتیوب هست کلمه‌شو نمیگم. و با اون در داخل کشور، نه اون کشور ایران، هر جای دیگه هر کاری دلت بخواد، هم آدم میتونی ردیف بکنی، هم بچینی، هر کاری دلت میخواد انجام بدی. حتی میتونی نظامشو عوض کنی با چندین میلیون یورو. صحبت از میلیارد هم نیست، فقط تجهیز و این دست مسائل. حالا موفق شدن نشدنش یه مطلب، موفق میشی در یک دوره زمانی کوتاه مدت هم موفق میشی، ولی آخرش وقتی موفق شدی عکس یه نفر با کلاشینکوف روی اصطلاحاً تانک هست که نوشته برفرض مثلا جمهوری اسلامی رفت و چه آمده آن چیزی که این افرادی که سلاح دستشون هست رو تانک نشستن میخوان. 57 مگه نشد؟ بنابراین در کوتاه مدت شما نمیتونی به یک دستاوردی برسی که ثبات داشته باشه و بتونه همون مسئله باشه که همیشه پهلوی ما بهش تاکید میکنه، یعنی به وجود اومدن یک سیستم قانونی بر پایه حقوق بشر، سکولاریسم، یک پارچگی سرزمینی و دموکراسی. سیستم اگه سر کار نباشه، 2-4 صباح همه چی خوبه، از صباح پنجم به بعد همه چی به هم میرسه. بله دقیقا. شاهزاده رضا پهلوی همواره از سالهای پیش، دهه ها پیش این مسئله رو عنوان کردن که به دنبال یک راه حل طولانی مدت و ماندگار هستن، نه اینکه آنی مثلا یک مسئله‌ای باشه که همینطور که گفتی چند صباحی همه چی خوب باشه. حالا اون خوبم خودش جای صحبت داره، ولی بعدش دوباره آش همون آش و کاسه همون کاسه. به هر حال باور داریم که این اتفاق خوب خواهد افتاد با شرایطی هم که در ایران هست، ولی این رو نباید فراموش بکنیم که شما هم روش تاکید گذاشتید که وظیفه ما ایرانی ها، همونطور که شاهزاده هم همواره گفتند، که وظیفه تک تک ما هست این مسئله رو پیش ببریم. حالا هم که نباید باشند، البته باشند که خیلی خوبه، ولی به هر حال صادقانه بودن هم خودش یک مسئله هست. این چیزی که شما گفتید که افرادی که در گذشته به هر حال هر باور سیاسی داشتن امروز یک باور دیگری دارن، مثلا پادشاهی خواه هستن، اشکالی هم نداره. حالا همه به قول شما اینجوری نیست که منم در خانواده‌ای بودم که چشم وا کردم در مورد زمان شاه و چون همه چی همه ما هر چی داریم در اون زمان ختم از میشه. پر قنداقمون. بله. ولی به هر حال اگر که کسی باور دیگه ای داشته امروز خودش رو پادشاهی خواه میدونه، حداقلش اینه که صمیمانه و صادقانه شما رفتار بکنید، نه اینکه بخواید. هر حال نمیشه سر به قول پادشاه فقید، کسی که چیزی در چندتش نباشه چند صباحی میتونه مردم رو سر مردم رو کلاه بذاره، ولی نه برای همیشه نمیشه. این اتفاق بالاخره رو میشه. آرش جان خیلی خوشحال شدم که امروز در سپاسگزارم خدمتت از شما. ممنون از همه صحبت هایی که داشتی. من با 99% موافقم. اون 1% هم زنده باشه، چیز دیگه خاصی باید نیست. باشه. بله اشاره بله. به شاه فقید ایران کردی، اجازه بده من این بفرمایید. مطلب رو اینجا بگم که بیاین امروز و این روزگار هممون حداقل به یکی از وصیت‌های آریامهر فقید گوش کنیم، با هر گونه باور سیاسی و مذهبی که داریم، از هر زبان و قومی. خانم ها، آقایان، بیایید همه به ایران فکر کنیم، هممون برای ایران فکر کنیم. پاینده ایران. جاوید شاه.